أبانا فداك وآباؤنا وأبناؤنا يا رسول الهدى، نذرنا لأجلك أرواحنا، فما غيرك اليوم من مفتدى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. از حضرت عقبه ابن عامر رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: از رفتن به نزد زنان بیگانه پرهیز نمایید. مرد از انصار پرسید: ای پیامبر خدا، نظر شما در مورد خویشاوندان شوهر مثل برادر، عمک، پسر عمک و خواهرزاده شوهر چیست؟ فرمودند: هلاکت در همین است. حدیث متفق علیه. زن که خود یک جنس لطیف و نازک و برای مردان جذاب است، به همین خاطر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم مردها را از رفتن به نزد زنان بیگانه منع فرمودند تا مبادا در فتنه افتاده به کار خلاف عفت مبتلا نشوند و آبرو و ناموس خود و دیگر زنان مسلمان را نریزند، خصوصا برادر شوهر را که فتنه آن خیلی بزرگتر است، چون که درآمد و برآمد برادر شوهر به خانه نسبت به دیگر مردها خیلی آسان است. و چطوری که در حدیث دیگر آمده است، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: اگر یک مرد و زنی بیگانه خلوت کردند، یعنی در تنهایی نشستند، سوم آنها شیطان می شود. پس برادر و خواهر عزیز، ببین که پیامبر رحمت محبوب رب العالمین به تو چی می فرماید. برادر عزیز، آیا می خواهی که در زنا مبتلا شوی و عاقبت خود را تباه و برباد کنی؟ خواهر عزیز، آیا می خواهی که ناموست را از دست دهی و آبروی خود و خانواده‌ات را بریزانی؟ فراموش نکنید که عذاب دردناک منتظر زناکاران است. برادر و خواهر عزیز، پس اگر نمی خواهید در عذاب باشید، پس به این تعلیمات پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم عمل نمایید و هرگز با همدیگر خلوت ننمایید. و السلام علی من اتبع الهدى. سوداء تنبذها الحلل وعليه ألف عمامات وبها تخفى وانتحل. سأل الداعي وليته ما كان يا قومي سأل. ما لي أراك حزينة تتجرعين